مسافران و ملاحانی که به هنت ویروس مبتلا شدند از کشتی سیاحی یک بیرون آمدند. روز یکشنبه آنها از کشتی هلندی ام وی هاندیوس که در نزد ساحل لنگر گذاشته بود به جزیره تنریفه اسپانیا انتقال یافته از آنجا به کشورهایشان برده شدند. این روند از جانب نهادهای جهانی تندرستی نظارت می شود. انتظار می رود تا روز دوشنبه ادامه کند. هرچند آنهایی که کشتی را ترک کردند هیچ نشانه گرفتاری به ویروس را نداشتند. آنها را با اتوبوس‌های نظامی به فرودگاه تنریفه بردند تا از آنجا به هواپیماهایی که حکومت‌هایشان فرستاده بودند سوار کنند. سازمان جهانی بهداشت برای همه مسافران کرانتین 42 روزه را توصیه داده است. ما این را به اختیار خود کشورها میگذاریم که سیاست خود را تهیه کنند، اما توصیه ما خیلی روشن است. هنت ویروس بار اول روز دوم می و 21 روز پس از مرگ مسافر اول آشکار شد. ویروس عادتا توسط موشها پهن می شود، اما در حالتهای استثنایی می تواند از آدم به آدم سرایت کند. وزارت تندرستی اسپانیا گفت که در کشتی یگان جانور خاینده پیدا نشده است. به گفته سازمان جهانی بهداشتی، سرایت یابی شاید پیش از سوار شدن به کشتی هنگام سفر در امریکای جنوبی رخ داده باشد، اما اوج من بعدی آن احتمال در کشتی به عمل آمده است. روز جمعه آژانس تندرستی گفت که در کشتی سیاحی 8 نفر بیمار شده، 3 نفرشان فوت دیدند. تشخیص 6 نفر گرفتاری هایشان به ویروس را تصدیق کرده است. نیروهای بریتانیایی طریق پاراشوت یک گروه متخصصان را به جزیره دوردست تریستان دا کونها انتقال داده تا به یک نفر گمانبر به این بیماری کمک طبی رسانند. فردی بیماری که در کشتی قرار داشت شهروند بریتانیا بوده در این جزیره زندگی می کند. آژانس بهداشتی جمعیتی اروپا اعلام کرد که همه مسافران ام وی هاندیوس دارای خطر بلند سرایت یابی می باشند. با وجود این به تاکید آژانس خطر آن برای اهالی کم است.